دوستان سلام، انشالله که خوب سلامت باشین. امروز هم دوم در سر بند همبستگی سنجوی لومو یک مقدار کمک خوار از مرا دوردم که برسنم و از جریان کارم یک ویدیو میگیرم. شما دوستان مفتخرم رای کن. آقای یاسین علیزاده بله. خوبین بخیرین؟ سلامت باشین. تشکر. سلام عرض خدمت همه بینندگان رسانه خوب شیم. خانم بشارت شما را همراه تیم همکار شیم خوش آمدید میگی در ساحه بند همبستگی سنجوی لومان. امیدواریم که یک ساحه بسیار جذاب و دیدنی بوده شد بندشیم و امیدواریم که همیشه با این سردین. تشکر. سلامت باشین. هر سوال داشتین ما در خدمتی. بسیار خوب. در مورد امضای بند یک معلومات بدیم بلده دوستان. درسته. خانم بشارت بند همبستگی سنجوی لومان با کمک خیرین از گوشه گوشه از جهان دوستان در جریانه که کارایش پیشرفت داره و پیشرفت عالیم داشته ده و درم فعلا ارتفاع بند در 16 متر تقریبا رسیده. البته بعضی جایش تحت کاره پشت سر و پیش رو بند دیگه امیت کاری سنگکاری و آلموتور بندی طبق نظم و دیسپلین بسیار عالی پیش میره و همچنان کارهای بوتین ریزی و سیخ بندی، قالب بندی، بندکشی و انتقال سنگ و ریک توسط تقریبا 70-75 نفر در کل الی 80 نفر جریان در کار بند با کمک خیرین از گوشه گوشه جهان که ما صمیمانه از اونا تشکری می‌کنیم. ماشاءالله. بسیار خوب شی. سلامت باشین. جوش بند گشتم تونست تکمیل نشده. درست. یعنی تا چه وقت روی کارش جریان داره، چه وقت تکمیل میشه، مثلا ارتفاعش تا چه وقت بالا میره، تا کجا رو؟ گرچند تکمیل شدن از این بند ارتباط مستقیم به کمک خیرین داره که از روزی که این بند افتتاح شده تا هنوز خدا را شکر خیرین لحظه به لحظه روز به روز کمک کردن و کارام پیشرفت خوب داشته. دیگه مو هر سال 10 متر مو هدف داریم. 10 متر پارسال بند ارتفاع گرفت. امسال هم 10 متر به خیر تصمیم داریم تا مو جایی که کننکاریش به خیر قراره که برسونیم. تشکری منیم از مادر نهایت مهربان مادر حاجی قربانی که در قسمت سیمان 13000 کیسه سیمان امسال کمک کردن و بعد از همین 13000 کیسه سیمان که مصرف شد امسال بازم قومای قزاقستان در قسمت خرید سیمان بازم کمک کردن که سیمان رو اونا خریدن. لیساش قبلا در رسانه‌های مختلف نشر شده و تشکری می‌کنیم از قومای استرالیا که در قسمت مصارف گمرک تقریبا 18 لک افغانی بود کمک کردن که در حدود 43000 دلار سیمان خریداری شده و فعلا هم کارا پیشرفت خوب داره و همینطور قومای استرالیا، نیوزلند، اروپا در بخش‌های مختلف ماهانه روزانه کمک کردن و تا هنوز هم کار به خیر جریان داره و هدف نهایی ما 40 متر که امسال به خیر 10 متر دیگه هم بال میشه که میشه آره 20 متر دیگه شما اگر در سال 10 متر بند ارتفاع بگیره به خیر در 2 سال دیگه به خیر تکمیل خواهد شد. سلامت باشید. بسیار عالی. 2 سال دیگه ماشاءالله بهترین بند در جاغوری جوړ شده. شاید هم در سطح غزنی دیگه بهترین پروژه، بزرگترین پروژه. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر از شما خانم بشارت که تشریف آوردید. سلامت باشین. بازم اگه گفتنی داشته شید. ما تشکر می‌کنیم از همه خیرینی که تانوس کمک کرده و از همه رسانه‌های محترم تشکر می‌کنیم که میان این پروژه بسیار حیاتی را تحت پوشش قرار میده و این نتیجه نمیزی شفافیت کاری و مدیریت سالم و همچنین انتشار تصاویر و ویدیوها بوده که دوستا و خیرین از گوشه گوشه از جهان کمک کنه و بازم این پروژه نیاز مستقیم و مبرم به کمک خیرین داره به خاطر از اینکه ما هیچ پسندازی نداریم. مثلا هیچ منبع پولی مشخص وجود نداره که واقعا این بند تا 40 متری برسه. پس این متر درخواست داریم از همه خیرین که در این راستا کمک کنه تا به خیر پروژه به سرانجام برسه. با اکمال شدن این پروژه نصف جاغوری و قرباغ و اکثر مناطق جاغوری آبهای زیرزمینیش تقویت خواهد شد و همچنین آبهای سطحی مردمی که پایین دست از این بند قرار داره استفاده خواهد کرد و برخشی و همونطور یک سایه بسیار بزرگ تفریحی به وجود خواهد آمد. ان شاء الله. سلامت باشید. زنده باشید. من سلام تقدیم می‌کنم خدمت تمام بینندگان چنل یوتیوب شایسته بشارت و شما را و تمام همکارانشون را سر بند همبستگی سنجوی لومان خوش آمد میگیم. سلامت باشین. تشکر و من از تمام خیرینی که تا به حال در بخش بند همبستگی سنجوی لومان در هر بخشی کمک کرده سپاسگزاریم. تشکرین و سلامت باشین.
تشکر لاله سلامت باشین. این یک مقدار کمک یک خورز برای یک نام زهرا علیزاده از آلمان مبلغش 15,000 افغانی. نمبر حوالش هم 311. این حالی تشکر سلامت باشین. ما تشکر می‌کنیم از خانم محترم زهرا علیزاده از آلمان که مبلغ 15,000 افغانی را حواله ده و جهان سپاس از این خانم محترم. ان شاء الله که در زندگیش پر از خیر و برکت باشد و خداوند اجر به نهایت بده و این پول هم ان شاء الله در راستای آبادی زیبند استفاده خواهد شد. سلامت باشید. متقزاده صادر کنیم. و ما هم تشکرینم از خانم زهرا علیزاده که مبلغ 15,000 افغانی رو بخش بند همبستگی سنگجوی لمان کمک کرده. تشکر، جهان سپاس و امیدواریم که خیرین کتاب حال کمک نکده، در آینده ها کمک کنه که پیشتر هم آقای همتی سوال کردن قرضدار هستین. این خیرین محترم قرضداری داریم، خصوصا کرایه سیمان را که حدود 5 لک افغانی قرض داریم. دیگه تشکر، سلامت باشین، منتظر همکاری شما خیرین است. سلامت باشین. تشکر از شما خانم بشارت از اینکه تشریف آوردید و همچنین همکارای شما های همتی. سلامت باشین. تشکر. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا اینجا ما رو همراهی کردین. منتظر کمک شما هستیم. شما کمک خیلی کن که ما زودتر اینجا بایی نه، چون پارسال هم دادی دیگه هم دادی دیگه امسال دفعه اوله که اینجا مایی دیگه کمک خیلی کن دوستان. نمبر روی صفحه سال و نمبر تماس بگیرین، ما هم کمکش رو گرفتم میریم دوباره تهیه میریم معنیش رو میریم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.